مولانا طارق جمیل همینو میگه. برای شستن یه دست لباس حداقل 20 لیتر آب لازمه. برای شستن یک کت، یک عبا حداقل 40 لیتر آب لازمه. اما برای شستن 60 سال، 40 سال، 30 سال معصیت یه قطره اشک نزد الله کافیه، همه رو میشوره. قطرات اشک وقتی از ندامت و از روی توبه ریخته بشه نزد الله چنان ارزشی دارد که کوههای معصیت رو ذوب میکنه. حافظ میگه رحمت الله علیه هر شبنمی در این ره 100 موج آتشین است. هر شبنمی در این ره 100 موج آتشین است، حتی که این معما شرح و بیان ندارد. اون شبنم ها که از چشم بنده مسلمان و چشم جوان میریزه نزد الله چنان ارزشی دارد که هیچ شرح و تفسیری نمیشه براش نوشت، هیچ پیوستی براش نمیشه ترتیب داد.